من از تو دورم چینا صبورم دل از خفای تو رفت و نیامد. اوازخوان جوان امیدبخش بهروز میرزایف با سردن چنین ترانه‌های دلنشین میخواهد در دل و دیده ها جای بگیرد. صدای شما را بیشتر شباهت میدیم به صدای هنرمند منصور. من منصور تقلید نمیکنم. ممکن یک شیرینی باشد که با صدای او مانند است. در وقت مکتب زیادتر ترانه تو عزیز دلمی را می‌سراییم. گل من ای نازنینم تو عزیز دلمی، تو عزیز دلمی، تو عزیز دلمی، داغی بروی این دل از تو. متن والا داشتن سرود برای بهروز میرزایف اهمیتی مخصوصی دارد. معنی رو خوب میفهمم و هیچگاه از پای کلمات بی‌ساده و کوچگی نیست. لحظه های انتقام بود، با تو بودن کاری خام بود. در صحنه هنر این آوازخوان جوان آزاد بودن را میپسندد. من میخوام در صحنه آزاد باشم. صحنه جای آزادی. بگانه گشتم نامدی. در برنامه نوبتی هنر اویدی هنر برای سرآینده جوان بهروز میرزایف قصه خواهیم کرد. بهروز شما در حیات بار گیره کرده؟ گریه کردن نمیتوانم تماما. گریه نکن، گریه نکن. شام یک شنبه تنها در تلویزیون دوشنبه. هر لحظه در جانم